ببینین هم جای عسل، جای حلقه و قند و همه تزیین شده آماده است. دفترچه یادبود، قرآن هست. ببین چقدر روش کار شده. اینا خیلی شیکه برای بله آماده کردن. مخمله با پایه نقره‌ای هم خیلی خوشگله. لباس عروسی چون من تو کار تزیین سفره عقد و مزون عروسی داشتم، همه اینا رو میمدم اینجا میخریدم، خودم تزیین میکردم برای عروسام. ببینین گرد قیمتش از 450 باد بزن دارن، 150. سفره عقد میتونین برین اینجا بخرین. گردو، بادام، گیفتای عروس مختلف دارن. این مغازه انواع اقسام کلاها رو داره. بعد تورا هم دیگه مختلفه. گیفتاشه مثلا این دونه 12,000 تومانی که میخوایم به. درود دوستان خودم، خوش اومدید به یک ویدیوی بازارگردی دیگه با من. از مترو سعدی که بالا بیاین، میدون سعدی رو میبینین، میاین سر کوچه رفاهی. اینجا کوچه رفاهیه که تو تهران خیلی معروفه. عزیزایی که از شهرستان میان ممکن این اطلاعات رو نداشته باشن. اینجا کوچه‌ایه که داخلش تمام خونچه های عقد، وسایل بله برون، حتی خرازی هم هست که شما میتونین خیلی از وسایل خودتون خریداری کنین و خونچه های عقد رو خودتون درست کنین. با هم بریم داخل مغازه و قیمت ها رو براتون بگیرم. خوشحال میشم عزیزانی که تازه اولین بار ویدیوی منو میبینن کانالمو سابسکرایب کنن، زنگوله کنارشم بزنن که ویدیوهای قبلی و ویدیوهای بعدی من برای شما نمایش داده بشه. خب دوستان ببینید این مغازه انواع اقسام کلاها رو داره. بعد تورا هم دیگه مختلفه، قیمتشون از 350 به بالاست. کلاهایی هم که هست اینجا، مثلا این نمونه قیمتش از 450 به بالاست. باد بزن دارن 150. بعد شنل هم هست، شنلاشون هم قیمتشون از 350 به بالاست. مثلا این 350، این آستین داره 550. خاطره یادتون باشه تمام وسایل سفره عقد رو دارن، حتی اگه خودتون بخواین درست کنین. مثلا این فوما هست، هر کدوم قیمت داره. میتونین روی اینا مروارید یا بادام یا گردو، چون من تو کار تزیین سفره عقد و مزون عروس داشتم، همه اینا رو میومدم اینجا میخریدم، خودم تزیین میکردم برای عروسام. ببینین گرد هست، همه اینا فرمش هست، حتی دایره‌ای هم فرمش رو دارن برای دست گل یا چیزایی دیگه که میخواین خودتون مد نظرتونه. گلای مختلف دارن. بعد حالا بریم داخل مغازه هم ببینیم. ببینید الان مثلا شما اگه آماده هم بخواین برای سفره میتونین برین اینجا بخرین. گردو، بادام، گیفتای عروس مختلف دارن. ببینین اون کبوتره خیلی خوشگله، اون عروس دومات با کیک. بعد قیمتاشون هم دیگه از 12,000 تومان فکر میکنم به بالا شروع میشه. حالا میریم داخل مغازه هم میبینیم. ببینین اینا آماده کردن، شاخ نبات قشنگ تزیین کردن، حتی قرآن و جای عسل و راحت میتونین اینجا آماده انتخاب کنین بخرین. اسفند و گل محمدی، نون خشک رو تزیین کردن با گندم. این کارهای متنوع زیادی دارن برای تزیین. بعد تاج هم اینجا دارن، تور عروس هم هست، کلاه هم هست. حالا تاجاشون
این مثلا برگه 500,000 تومنه، بالاییش کار ترکه 3 میلیونه، اینا 300,000 تومن، بعد اون سومی 900,000 تومنه. حتی ست لباستون بخواین اینجا براتون آماده میکنن، هم آماده دارن هم سفارش قبول میکنن براتون درست میکنن. این گیفتاشونه، مثلا این دونه 12,000 تومانی که میخواین به مهموناتون هدیه بدین هست. این چه خوشگله، لباس عروسه. حتی ظرف تزیین هم دارن برای بله برون. ببینید گردو آماده، فندق، بادوم، همه اینا آماده است. حتی میتونید طبق سلیقه خودتون دوست دارین سفره عقدتون رو تنظیم کنید. اینا جای لوازمی هست که برای بله برون میبرین. فلزیش داره، نقره‌ای طلایی. اینجا تو کوچه رفاهی وسایل خرازی هم هست، یعنی خودتون هم میتونین اینجا با قیمت مناسب بخرین، حالا طبق سلیقه خودتون تنظیم کنین. تور و جای خونچه عقد و بعد این قسمت که تمام وسایل برای بله برون اینجا ستش هست. مثلا این مخمله با پایه نقره‌ای هم خیلی خوشگله، جات زیاده، یعنی شما راحت میتونین چیزی که میخواین رو انتخاب کنین. چون تنوعشون بالاه. آماده کردن. ببینید دوستان، این باکس های مختلف و خوشگل دارن، از 1,100,000 شروع میشه تا به بالا، یعنی پرکارشه. من میبرم جلو ببینید. اینم هست. ببین چقدر روش کار شده. اینا خیلی شیکه برای بله برون. بیاین اینجا کرایه کنین. این چه خوشگله. این چنده؟ این 1,200 ست کاملش. ببینین هم جای عسل، جای حلقه و قند و همه تزیین شده آماده است. دفترچه یاد بود، قرآن، جای حلقش هم خوشگله. خب ببینید من اینجا از کوچه رفاهی اومدم، این پاساژ اومدم داخل که تمام وسایل بله برونه. بعد اینجا دیگه وارد کوچه برلند میشین. اینجا تا انتها کوچه برلنه که میریم پاساژهای لباس عروس رو با هم دیگه میبینیم و قیمت میگیریم. دوستان گل خودم، امیدوارم از ویدیوی خونچه عقد لذت برده باشین. توی ویدیوی بعدی میریم به پاساژهای لباس عروس و تولیدیاشون که اطلاعات خیلی خوبی میخوام بهتون بدم برای قیمت‌های خیلی خیلی مناسب و عالی لباس عروسا و همینطور عزیزانی که شهرستان هستن و قصد افتتاح مزون عروس دارن میتونن تشریف بیارن کوچه رفاهی یا کوچه برلند. پاساژهای لباس عروس کارگاه تولیدی دارن و لباس عروسایی که میخوان برای مزون خودشون رو خریداری کنن. بنابراین ویدیوی بعدی من که مزون لباس عروسه که کجا لباس عروس بخریم و حتما ببینین و منتظر نگاه های قشنگتون هستم. تا درود دیگر، بدرود.